سلام بچه‌ها، امیدوارم حالتون خوب باشه. بچه‌ها اومدیم امروز با کارت‌های نوروزی من پارت بندی کردیم. هر بار امروز پارت یکه. 5 تا کارت رو از این بینا به صورت رندوم انتخاب کردم. کارتش کردم و به صورت رندوم اینا انتخاب. الان باید خدا شاهده هیچ کدوم ندید. الان کارت‌های نوروزی رو میگیم. اولیش ایسکو خدا رو شکر. دومی رونالدو کالافیوری. دیده میشه دوربین. یه دونه فهمیدم یه دونه نه. خیلی این رونالدو مسی بشه هم بگم مسی دو تا فهمیدم تا این دوتا. پابلو آیمار کالافیوری بازم دو تاشون نفهمیدم. دو مساوی. این سرنوشت اونو تنظیم کن. زلتان یا سباستیان زلتان نه 3-2 برده شدیم. خدا نگهدار. 2 تا کدم دادم. اینم یه بار دیگه کالافیوری دادم. خدا نگهدار. خدا نگهدار.